سلام به روی ماهتون. من سامی غضنفری هستم، تربیت کننده و روانشناس سگ. یه چند خطی رو باهاتون کار دارم. میدونم بعضی ناهنجاری های سگتون مثل گاز گرفتنش یا پارس کردنش ممکنه باعث آزار و اذیت خودتون یا دیگران بشه. ولی اون کسی که بیشتر از همه داره آسیب میبینه سگ شماست. لطفاً ناهنجاری ها رو اولویت بندی نکنید. من خیلی دیدم و خیلی شنیدم که یک سری‌ها میگن من میخوام سگم این کار رو انجام نده یا این ناهنجاریش از بین بره. اولا که این کار نشدنیه. سگ برای اینکه حالش خوب بشه باید تمامی ناهنجاریاش از بین بره تا به حالت طبیعی خودش برسه. دوما وظیفه ما به عنوان سرپرست سگ اینه که حال سگمون رو خوب نگه داریم، چون ما حال خوب خودمون رو و خوشحالیمون رو مدیون این بچه‌هاییم. خواهشم ازتون اینه که برای روان سگتون ارزش بیشتری قائل بشید. اجازه بدین اونا هم تو آرامش بیشتری زندگی کنن. ممنون.